اینترنت تا حد زیادی سقوط میکنه، چیزای شیمیایی سقوط میکنه و بیشمار که نه، اکثر جمعیت جهان با خودش نابود میکنه. طبیعیه، اصلا هممون میدونیم اینو، درونمون هممون میدونیم. منتها بسته اینه تو چقدر میخوای به خودت راست بگی و چقدر به خودت دروغ بگی. الان من دنیا رو اینطوری میبینم و منم اشتباه میکنم یه جاهایی مثلا من میگم این چیز خوب نیست شاید، ولی میبینم اوکی تا یه حدی ازش استفاده کنیم، مثلا همون 1% یا 0.1% واقعا خوبه. یعنی اینطوری نیست من بگم او گذشته همش خوب بود و اینا. یه مثالی زد دوستم و من باش موافق بودم، باش موافقت کردم که گذشته کلی آدم میمردن، اصلا فرصت زندگی اینو نداشتن، زود مریض میشدن و اینا درسته و من اینا رو میذارم تو همون 1% یا 0.1%. ولی بقیهش چی؟ این که چیزایی که ما داریم میسازیم روز به روز ماها رو تنبلتر میکنه، احمقتر میکنه، ضعیفتر میکنه، بیشعورتر میکنه. این اتفاقی نیست، این ریشه داره تو غرور و طمع انسان که رشد کرده تو طول تاریخ.